به تو میخوام آفتاب نرسه اگه یه وقت مهتاب آقای عزیز هنوز برنامه شروع نشده، اجازه بدید من سلام کنم. سلام، من امیر فردین هستم، با برنامه ما همراه باشید. حالا بفرم. عزیزم پس ما چی؟ منم هومنم. منم سیاوش هستم، همه سیا صدام میکنم. من و هومن و سیاوش با شما هستیم. بخون عزیزم. بله قصه پشمی باز تو صدامه، چشم گندی باز سر رامه. شما فالش میدونی چیه؟ شما خود فالشی، خودش. عزیزم شما داری زور میزنی، سر ضرب بخون آهنگو. عزیزم شما از خود دفاعی داری؟ بله بهترین دفاع حمله است. خیلی هم برو تو خوب هوا خوندم. بخون. شما اصلا خب دوستان یه مشکل در پخش پیش اومده، یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. یکی بیاد این جنازه رو از این وسط جمع کنه. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. با قسمت دوم برنامه ناکوک با شما هستیم. قسمت اول این برنامه پخش شد، حسابی جنجال به پا کرد در بین اهالی موسیقی ایران. خیلیا نظرات مثبت داشتن، خیلیا پیشنهادات خیلی خوبی دادن به ما و یه عده البته منتقد بودن. اما برنامه‌ای هستش که داره تحلیل میکنه صنعت موسیقی خواننده های داخل و خارج از ایران رو. دو دوست خوب من، آقا هومن از شهر اشتوتگارت آلمان و آقا سیاوش از استکهلم سوئد با ما هستن و بررسی میکنیم موزیک ویدیوها و آهنگ‌های خواننده‌های داخل و خارج از کشور رو. و البته یه قسمتی هم داریم که نشون میدیم که چند تا از این آهنگایی که این دوستان زحمت کشیدن و خوندن کپی رایت و دزدیه. سلام علیکم، خیلی کوتاه بکنیم با دوستان و شروع بکنیم. آقا هومن سلام، یه فیدبک از قسمت اول این برنامه به ما بدید که چه جوری بود و چه فیدبک بود. البته خیلی کوتاه چون نمیخوام تکرار مکررات بکنیم که بریم قسمت دوم آغاز بکنیم. جان سلام خدمت شما و دوستان عزیز. این برنامه خب فیدبک خیلی خوبی واسه خود من داشت. فکر نمی‌کردم اینقدر پی ام و کامنت بگیرم راجع به مفید بودن این برنامه و آموزنده بودن این برنامه و این منو خیلی خوشحال کرد که با انرژی بیشتری ادامه بدیم. بسیار عالی. یه نکته هم بود که چون آقا هومن توی مسابقه پرژن گات تالنت شرکت کرده بود، تو قسمت اول حسابی به آقای ابی گیر داده بود و یه عده فکر می‌کردن که این حب و بغض هستش به خاطر اینکه ابی ایشون رو حذف کرده. ایشون در قسمت اول حسابی ابی رو شسته گذاشته کنار. آیا این قضیه واقعا حس حب و بغض شخصی بوده یا چیز دیگه ای؟ نه همین جان، اصلا خصومتی با کسی نیست. این یه کاریه که تا حالا انجام نشده بوده، آنالیز موزیک ایرانی در قسمت پاپ، چون قسمت سنتیمون خیلی قوی ان، اون اصلا تو تخصص منم نیست. ولی ما توی برنامه‌ای که با خود شما داشتیم راجع به پشت پرده پرژیاز گات تالنت صحبت کردیم که داورانی که خودشون ما رو رد کردن خودشون تو اجراهاشون فالش میخونن. دوستان از من خیلی سوال پرسیدن که چرا این حرفو میزنی، مدرکت چیه؟ گفتم خب من ثابت میکنم که این حرفی که میزنم، ادعایی که میکنم درسته. به خاطر همین از داوران پرژیاز گات تالنت شروع کردم به آنالیز، در صورتی که تمام خواننده‌های موزیک پاپ ایرانی رو ما قرار آنالیز بکنیم اینجا. امروز برنامه حسابی جنجالی داریم. اگر تا انتها همراه ما باشید یک آنالیز دیگه از اجراهای مختلف ابی در کنسرت‌های مختلف رو آقا هومن بررسی کرده. اصلا فالش که چه عرض کنم، خارجم که چه عرض کنم، کلا اوته یه بار دیگه اجراهاش و حتما بررسی می‌کنیم. آیتم‌های جنجالی جالبی داریم. میرسیم به آقا سیاوش که قسمت موزیک ویدیوها رو با ایشون تحلیل می‌کنیم و البته سبک ادبیات ایشون هم من در بین کامنت‌هایی که توی یوتیوب و اینستاگرام گذاشته بودید دوستان خیلی خوششون اومده بود. آقا سیاوش شما فیدبک‌های قسمت اول به ما بگو که چجوری بوده. خیلی خوب بود، دستشون درد نکنه. هی هم گفته بودن که برنامه‌تون خوبه و خوش میگذره و اینا. چشم، ما سعی میکنیم، من سعی میکنم گزافه گوییامو بیشتر کنم. بسیار عالی.
خب خیلی سریع بریم به اولین قسمت و اولین آیتم بپردازیم. اونم آنالیز موزیک ویدیوهای خواننده ها هستش. اولین خواننده رو آقای ساسان حیدری یافته یا همون ساسی مانکر رو انتخاب کردیم که ویدیو آخرش جنجال های زیادی رو در شبکه‌های مجازی به پا کرده و تهران تا توکیو، هم از لحاظ موزیک و هم از لحاظ اصطلاحاً موزیک ویدیو ما میایم و بررسی میکنیم. علاوه بر اینکه موزیک ویدیوشو داریم آنالیز میکنیم، عموما هم تو قسمت خوانندگی بررسی میکنیم که لحاظ کیفی این موزیک چجوری هستش. یعنی دوتا کار رو با هم دیگه انجام میدیم. بریم ببینیم که از چه قرار هستش. در کمتر از بکنم یک هفته 1,600,000 تا بازدید خورد. علتش چی بود؟ آسیا باشه انقدر بازدید خورد این کلیپ. پروموشن‌های قبلش معمولا موثره دیگه. ببینید تبلیغات فقط جنبه مثبت نداره که طرف منفیش هم هست. یعنی هر چی شما از یه چیزی هم هی بد بگید و هی بگید این بده هم براش داره تبلیغ میشه. به خاطر جنجالایی که به پا کرد سر مدلی که استفاده کرده بود و به خاطر همونم جنجال به پا شد و مردم همه مشتاق میشن که ببینن چه اتفاقی میفته، چی شده بود که چه جوری استفاده شده بود. ولی تصویراشون خیلی سینمایی و خوبه. از اینش من خیلی خوشم میاد. خیلی تصویر سینمایی و قشنگی گرفتن. حالا به موزیک هنوز نرسیدیم. خب همین اول معلومه که خیلی پرهزینه بوده ویدیو و کلی زحمت داره. معلومه که خیلی هزینه شده براش. همینجا یه نکته بگم که خواننده خانم آهنگ تهران توکیو، این خانمی که داره میخونه، البته این خانم مدل هستش، خواننده اصلیش که در تهران زندگی میکرد، چند روز گذشته تهران رو به مقصد استانبول ترکیه ترک کرد و در حال حاضر از ایران خارج شد. کلی عوامل این موزیک ویدیو هم که در داخل ایران کمک میکردن به ساسی، مثل برادران منوچهری یا همون من برادر، من که میشه اول فامیلی برادران منوچهری، بازداشت شدن در حال حاضر. ایده پردازشون هم همینطور. آقا من در خصوص خوانندگیش نظری ندارتون؟ خوانندگی که خیلی برام جالبه که یه آدمی که توی موزیک خالتور، یعنی موزیک بدون هیچ علمی فقط توی مجالس میخوندن، یه دفعه سر در میاره در کنار آقای فرامرز اصلانی و آقای ابی و در صورت هر چی باشه آقای ابی و آقای فرامرز اصلانی و آقای بابک امینی حتی کارهایی رو انجام دادن که نمیشه یه دفعه آدم خالتور بره پیششون بشینه. در صورت من دارم از آقای ابی ایراد میگیرم توی کنسرتاش، ولی توی کاستاش خیلی اثرهای خیلی خوب و قشنگی داشتن توی استودیو. بعد اینکه خوانندگی که صفر، ولی این نشون میده که جامعه ما به خاطر اینکه لیبلای حرفه‌ای موسیقی اونجا نیست و هدف تخریب موزیک بوده، یه همچین آدمای بی سوادی در زمینه موسیقی میتونن بشن سوپر استار. من یه چیزی راجع به موزیک میتونم بگم همینجا. موزیک ببین ساسی، من 4 تا موزیک آخری که ازش گوش دادم همش یه شکل بوده. یه مدل تنظیم، یه سری جنس صدای مشخص، یه مدل خوندن مشخص خاص، صدای دختره دقیقاً همون سوال جوابا رو میکنه و یعنی 4 تا موزیک آخری که داده هیچ خلاقیت خاصی نسبت به هم دیگه نداشتن. ولی خب تصویراش خیلی خوب. این مخصوصا این ویدیوش نسبت به ویدیوهای قبلیش خیلی سینمایی تره و خیلی حساب شده تره. همه چی نورا درسته، رنگا درسته. در زمینه موزیک و شعر خب خیلی سر و صدا کرد به خاطر اینکه ادبیات لومپنیسم خیلی کوچه بازاری لاتی، یعنی این چیزی که مد شده توی جوانای ایرانی، متاسفانه میگم تمام اینا به خاطر اینه که وقتی که داخل خود ایران علاوه لیبل حرفه‌ای موزیک و شرکت‌های خوب موزیک وجود نداره و خود اونجا هم دارن توی تخریب موزیک پاپ مجوز به خواننده‌های بی سواد میدن، اصلا موسیقی پاپ ایران دچار یه بحران عجیبی شده. تنها شانسی که آوردیم بچه‌هایی که موزیک سنتی کار میکنن، حداقل اینور میان اجرا، ما میتونیم با افتخار بگیم این موزیک مملکت ماست، چون در زمینه موزیک پاپ اصلا رومون نمیشه صحبتی بکنیم. واقعا تشکر میکنم اصلا اینجا از بچه‌های موزیک سنتیمون، از آقای همایون شجریان که واقعا باعث افتخار موزیک مملکتمونه. این محتوای شعر میگه دلمو میبری بوم بوم بوم، اگه ژاپنی بودی اسمش جون جون جون. این محتوای واقعا آقا سیاوش محتوا داریم تا محتوا، اینم یه جور محتوای منتها مثلا تفاوت مثل چی مونه.
تفاوت مثل این مونه که یه موقعی شما میگی مثلا ژیان و مثلا لامبورگینی جفتشون هم ماشینن دیگه، این هم محتواه، مثلا همایون شجریان هم محتواه. تفاوت ژیان و لامبورگینی اصلا نمیتونی با هم مقایسه کنی. بریم جلوتر، اون قسمت رپ معروفش که پروموشن این پروداکشنی که اینجا هستش به حال کپی رایت نداره، دارن استفاده میکنن. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن دیگه، میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. داره. چرا داره؟ به خاطر اینکه بیشتر از فکر میکنم 10 دقیقه این صحنه تو اون فیلم هست. اون فیلم هم معمولا فیلم های ایرانی هم به خاطر اینکه میگم میرن توی فستیوال های مختلف و جشنواره های مختلف شرکت میکنن، همه رو ثبت میکنن. معمولا همه کپی رایت داره. نمیدونم چرا هم تا حالا چیزی نگفتم. بعدش هم یه چیز دیگه، ببین این اگه پرودی هم باشه، یعنی اگه شما بخوای یه چیزی رو مسخره کنی که بهش میگن پرودی اصطلاحاً، با یه همچین چیز خیلی حساسی به نظرم نباید این کارو کنی. این یه موضوع خیلی حساسی که تو اون فیلم بهش پرداخته شد و خیلی از خانواده ها توی ایران سر همین مسائل اصلا پاشیدن. مسخره کردن یه همچین مسئله خیلی جالب نیست. حالا این همه راه بود که شما یه چیزی بسازی، این به نظرم خیلی کار جالبی نیست از نظر اخلاقی. حالا شاید واسه شون خیلی چیزا مهم نباشه که طبیعتا هم نیست. دور شبیه سازی کامل بوده دیگه. آره، حتی زیر پیرن نوید محمدزاده هم رحم نکردن. اما من یه موضوعی که اینجا مطرح هستش اینه که خب به هر حال این سبک موسیقی طرفدارای خاص خودش رو داره دیگه. حالا ما نمیتونیم بگیم که خب بده، نمیدونم، میخوام بگم که طرفدارا رو داره دیگه این سبک دیگه. طرفدار خب داره. ببین آخه این ورم جاستین بیبر هست که برای تینیجرها میخونه. شما یه همچین کار چیپی میبینین ازش، درسته؟ خب شاید خیلی به روز بعد آخه جاستین بیبر، من یه ویدیو واسهتون میذارم ازش، ببینین فقط این بچه سواد موزیکش تو موقعی که 14-15 سالشه، معلم موسیقی آوازی که داره چجوری داره با این کار میکنه و این چقدر توانایی و استعداد داره. با واسه اینکه اینور به عنوان یه خواننده مثلا خیلی بدم میشناختنش. Are we ready to walk in? No, not yet. How close are we? Okay. درست میگم سیاوش؟ علاوه علمی و تکنیکی فوق‌العاده است. حرف شما کاملا درست راجع به جاستین بیبر، ولی اون بچه خیلی با استعداده. ساسی رو میتونی با یکی مثل این تکاشی 69 مقایسه کنی که با شروور میگه و ویدیوهاش یه مش خانوم میریزه تو ویدیوهاش و چه میدونم، همین مدلیه، اونم ورژن غربیشه. حالا مثلا اینجا زده رو شیشه ماشین ساسی یزیده، تو اونجا 2 تا فاش انگلیسی نوشته رو شیشه ماشین، خیلی فرقی نمیکنه. ولی با اون میتونی بیشتر مقایسه، چون جاستین بیبر واقعا موزیسین، ساز میزنه. از وارماپ کردن جاستین بیبر و تمرینای سولفژی که با معلمش میکنه میخوام اینا اصلا ساسی سر در میاره این بچه 14 ساله چیکار داره میکنه و به موزیک ما تو چه سطح مکافات و یعنی توی چه سطح بدی قرار گرفته که یه همچین خواننده بی سوادی با بدون صدا، یعنی صدا اصلا صفر. من توی این برنامه خب همه رو میخوایم آنالیز بکنیم تو قسمت کوپرنیکوس، ساسی توی برنامه‌های لایو توی بی بی سی و این ورانور دعوت شده، اصلا کلاغ خوش صداتره از اون به نظر من. آقا من یه فکر خوبی دارم، به نظرم باید امتیاز بدیم به این ویدیوها از این به بعد، چون توی کامنت‌های یوتیوب هم درخواست کرده بودن که امتیاز بدین از مثلا حالا 1 تا 5 یا یه همچین چیزی. خب من میگم از 1 تا 10 به این موزیک ویدیو چند میدی؟ یا به موزیک ویدیوش چند میدم یا به موزیکش چند میدم؟ موزیک ویدیو بعدش هم موزیک. به موزیکش میدم 1.5 ولی به ویدیوش میدم 7-8 شاید، چون تصویرشون خوبه واقعا، خیلی کار برده، یعنی قابل درکه. آقا من که تخصصم ویدیو نیست، ولی کلا به این موزیک و ویدیو هیچ امتیازی نمیدم، چون اصلا با فرهنگ جامعه من جور نیست. به نظرم این بدتر ابتذال به بار میاد. کاملا قشنگ. خیلی عالی. بریم موزیک ویدیو بعدی از آقای سامی بیگی به اسم اونی که میدونه.
وکال با تصویر سینک نیست. یعنی موزیک ویدیو رو که 10 بار ضبط کردن وکال رو نتونستن سینک بکنن یا خودش آقا من بلد نیست شعر خودش رو بخونه. چجوریه؟ اصلا انقدر بده، یعنی انگار که خواننده اصلا تعادل رو اون ملودیا نداره، انگار که جای خوبی نیست واسه صداش. اولا که سامی بگی هم خب قدرت خوانندگی زیاد اصلا نداره، قدرت خوانندگی به اون شکل. حالا من اینا رو بگم همه میگن با همه خصومت داره هومن، در صورتی که من دارم واقعیت رو میگم، خودشون بهتر میدونن. حالا اصلا اگه دقت کنیم ملودی وقتی شروع میشه یه چیز بیروحه، انگار اصلا هیچ پیغامی نداره برات موزیک. تصویرش ولی بد نیست تا اینجای کار خدایی. کلا اصلا سینک نیست لبخونیاش. شاید یه مشکلی تو خروجی گرفتن پیش اومده برشون، ولی میدونیم من احساس میکنم حال و هوای ویدیوش هم کاوره یه ذره. میدونی چرا؟ یه کاری داره جنیفر لوپز آخریا داده بود، دکورا همه شبیه هم، فکر کنم اصلا تو همون لوکیشن رفتن ضبطش کردن چون عین همونجاست. عوام ابری نکتیوی دادن. چی بود وسط تصویری؟ اول برام بگید این تکلیف نورابی چیه آسیابش؟ این همون لنز فلراست که عرض میکردم خدمتتون. اینا مثلا میخواستن بگن که ما لنز آنامورفیک استفاده کردیم. ببین وقتی لنز آنامورفیک استفاده میکنی این شکست نور توی لنز اینجوری افقی به نظر میسه، ولی این آنامورفیک بعید میدونم باشه. این از ایناست که مال این پلاگینا و ایناست، چون تو منبع نورمون اصلا یه چیز سافت و بلریه، نمیتونه یه همچین فلری بده روی لنز. و آره یه ذره سوتی ریزی بود، ولی حالا ببینیم دیگه. آقا من نکته می‌خواستم بگم، میخواستم بگم خدا شاهده کهیر زدم، صدا اینقدر بده، صدای خواننده اصلا بی حال بی تکنیک. شما خودتون حسی بهتون دست میده؟ اما شما دوتا که دارین گوش میکنین چه حسی واقعا از صدا و موسیقی میگیرین؟ اسم میکنم از اون بالا کفتر میایه. ببین من یه چیزی بگم، طرفداراشون هم خب به هر حال محترم هم برای ما طبیعتا. خب اگه یه سری سلیقه‌شون این موزیکه میتونن برن گوش کنن، ما که تصمیم گیرنده واسه مردم نیستیم تو هیچ زمینه‌ای. فقط از نظر تکنیکال همونجوری که چیز داریم میگیم منم خیلی خنثام، یعنی هیچ حس خاصی ازش، نه حس بدی ازش میگم نه حس خوبی ازش میگیرم. موسیقی ضعیفه، خیلی خیلی ضعیفه. جوزف هم بیشتر لوکیشن نیست، یه تو خونه است یه بیرونه. دو تا الان که نصف ویدیو رفته 2 تا لوکیشن بیشتر نبوده، فقط 4 تا لنز دوربین عوض شده. تازه شد، یه هیلی شات هم دادن. چقدر ماشینه خوشگله، ولی ماشینه خیلی خوشگل بود. یه لوکیشن هم بیرون دادن. یاد ویدیوهای کوجی زادوری میافتم، همش گوشه دیوار، یه دوربین سر دوش و الهیتا عقب جلو. یه صبح تا ظهر گفتم ویدیو رو ضبط بکنن دیگه، آقا من بفهمم. تنظیم موسیقیش هم فوق العاده ضعیفه. یعنی با احترام به طرفدارای استاد، من پدر سامی بگی خب از دوستامه توی سوئد، سامی بگی از سوئد رفته آمریکا، پدرشون میشناسم، با هم دیگه برخورد نشستیم. بله آقا شهرام. این اصلا این آنالیزا ربطی به این نداره که ما مکافاتی با کسی داشته باشیم، ولی سامی بگی جز اون دسته خواننده‌هایی که توی کنسرت موزیک مثلا لا مینور میزنن، ایشون از سی مینور میخونه. یعنی اصلا یه جایی میخونه که همه نوازنده‌ها به هم نگاه میکنن که چرا نمیتونه گام اصلی رو تشخیص بده. خیلی جالبه. بعد سوپر استار شده. کارگردانش علی زمانی. از علی زمانی بعید بود. علی زمانی کارگردان خوبیه، ویدیوهای خوش کوالیتی میزنه، ازش بعید بود همچین چیزی. خب چند نمره میدی به موزیک ویدیو؟ از 10 میدم 4. نصف اون خاصی نبود. آره اون چیز خاصی نیست، بعد یک بدی. بعد یک بدی اگه هیچی نبوده. نه دیگه یه ذره گناه داره دیگه حالا بنده خدا یه چیزی. آره رحم و مروت، شماها خیلی بیرحمین. من
آقا من ویدیو رو از شما نمره میگیرم، موزیک رو از آقا هومن. آقا هومن به موزیک چند میدی؟ از 1 تا 10 آره. از 1 تا 10 من 2 میدم، اونم به خاطر سیاوش که احترام برای طرفدارشون قائل باشه. من یه خورده هاردم، من دست خودم نیست چون موزیکو میکروسکوپی نگاه میکنم. اشکال نداره. بریم یه موزیک ویدیو. آقای آشیل اسمش موزیکشون هست 100% یا 100 در 1000 یا همچین چیزی. 100 در 1000. به به. ببینیم از منطق ریاضی که معنی نداره. بیا بالا. من بیشتر پیرم، من صاف و سادم، رد نشو ازم نرو مگه من جادم، 100 دفعه گفتم بهت به تو دل دادم، مگه چند بار همین این زیرخاکیه؟ نه تازه منتشر کرده، فکر کنم 2-3 ماه. این زیرخاکی این از کجا منتشر شده؟ داداش 11 تا ویو خورده. از کجا منتشر شده؟ خودش گذاشته سیاوش؟ آره ولی توی اینستاگرام آره یه مقدار کوچولویی هم معروفه آشیل. عجب زیرخاکی خدایی. موزیک ویدیو چطوره؟ دمش گرم. ولی ببین من یه چیزی بگم، با اینکه این کار مشخص این کار نیست، حداقل وقت گذاشته، انرژی گذاشته، خوابیده رو زمین سیاوش. جان میگم خوابیده رو زمین. باریکلا داداش. این رقص ماری رو من خیلی هستم. این رقص ماریه رو خیلی هستم. چی نباشی باشه قالیم؟ چی شد؟ نباشی با چی قالیم؟ آقای آشیل بذار بدم عقب. منو یاد اون موزیک ویدیو حسین توحی انداخت، یه دفعه رپ میخوند بعد دوباره میخوند. خب ولی حالا نه که حسین توحی خب باز بابا میخونه یه چیزی، ولی میخوام یه چیزی رو بگم امین جان. ببین اتوتیون چه معجزه‌ای میکنه، قشنگ کوک ولی رباته ولی کوکه، میدونی با موسیقی کوک شده با اتوتیون. یعنی خیلی جالبه که این معجزه شما با اتوتیون میتونی کلاغو بکنی قناری، اینطوری برات بگم. عجب. بریم بعدی. خانم نیکیتا بشری ام. خب تا اینجا نظرتون چیه؟ موسیقیش یه موزیک رگتون استایلش، ولی من یه صدای دتیون هم توش میشنم که اصلا اصلا تو اون گام بیسس. آره بیسس، ولی خیلی جالبه. من تا حالا یه چیزی مثلا انگار که خب بیرون اون گام اصلا یه جای دیگه از این جدید سیاوش جان. آره دیگه این از این کیتای 808 بهش میگن 808 که خود کیکه بیس داره، دوم داره مثل بیس، بعد اینو سلاید داونش میکنم میگم بوم بوم. آره اسلایدشو که میشنوم، منظورم اینه که دتیونه، یعنی اصلا تو اون تیونه اون گام حداقل باد جاش باشه اینجا نیست. اوکی. آره جای استفادهش اینجا نیست. توی فکر میکنم مثلا خیلی خوب میشه اگه مثلا تو بریک داون ها و اینا ازش استفاده دقیقاً تو سکوت ها حداقل تو گروه ریتم باشه که بهتر خودشون نشون بده اونجا. بله دقیقاً. بخونیم دیوونم کرده چشم. آقا من یه نکته بگم، چرا خواننده اینجوری بکنن چرا فکر میکنن جذاب میشن؟ من واقعا نمیفهمم این قضیه رو. سسکی بازی من دیوونه من بگم ما خیلی ناناسیم اصطلاحاً. آقا شما چیکار دارین؟ من نمیدونم چیکار به مردم دوست داره ناناس باشه. شما مشکلی دارین با این قضیه؟ من نمیفهمم. نیکیتا خب چون سوئد بوده و معلومه که خب حالا توی شاید دوره‌ای دیده باشه، علاوه خوانندگی نمیتونم بگم خواننده بدیه، تاپ هم نیست بعدم ولی نیست. تمیز میخونه نیکیتا. میونه است. آره تمیز هم نمیگم، اونم به خاطر اینکه توی مدارس سوئد بالاخره موسیقی رو درس میدن. خب معلومه که استعدادی هم داشته اونجا، حتما پیگیری کرده و تونسته که تمیز بکنه صداشو، علاوه کوک حداقل کوکه. حالا اینجا که استودیوه شاید ملودان یا اتوتیون شده باشه، ولی تو اجرای لایوش هم نسبتاً کوک میخونه.
اینو من شنیدم یه جا. اینو من داره با 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 با. آره عمه بابایم کجاست؟ عمه بابایم کجاست؟ منم کجا؟ میشنوی سیاوش اون اسلایدا رو؟ میدونی این باید وقتی اون کیکر رو دارن صداشو درست میکنن این دومشو باید یه ذره کوتاه‌تر کنن که نره تو آکورد بعدی، چون اون کارو نکرده این ساستین اون کیکه میمونه فالش به نظر میرسه تو قسمت بعدی. اصلا دیسونانس میشه با اون آکوردا، یه صدای روی بله هم میشه دقیقا. که حالت فالشی به نظر میرسه. ویدیوش هم تا به اینجای کار چیز خاصی نداشت، یعنی من خیلی معمولی بود. ببین اصلا عموما موزیک ویدیوهایی که من دارم میبینم از دوستان چند وقت بود اصلا من موزیک ویدیو ندیده بودم تو یک سال گذشته. یه دوربین برمی‌دارن از صبح تا ظهر، یا میرن توی ویلا یا میرن توی خونه یا میرن کنار یه استخر، حالا ایشون هم اومده توی باشگاهی. دقیقاً بده بره بالا. این رقص کجایی بچه من نمیدونم سبک رقص هیپ هاپ یه جورایی یه ذره شاید دیگه، حالا معلومه که با ملوداین کوکه قشنگ، چون خیلی چیزه، خیلی دیگه چسبیده علاوه کوک بودن توی کار. درست میگم سیاوش؟ آره ولی بعدم نمیخونه به نظرم. آره یه گرمایی تو صداش هست علاوه تحریرها و چیزایی هم آره که میزنه. تکنیک داره، آفرین تکنیک آره. داره، صدای خام نیست یعنی. دقیقاً، ولی خب خیلی دیگه ملوداین صفر قشنگ. میدونی دلیل من الان اینو خیلی دقت کردم این چند وقته بچه‌ها، همه به خاطر اینکه همه جا یه ذره این زیاد از حد شده. ببین باید ملوداین استفاده بشه الان چون همه موزیکا الکترونیکه و فلان اینا، اصلا اگه یه جاهای استفاده نکنی میزنه بیرون مگر خواننده خیلی کوک باشه، یعنی اصلا یه خواننده خودش لازم نداشته باشه. ولی موزیکای این دور و زمانه وقتی که همه چی الکترونیک و همه چی به دقت تیون شده و حتی کیک هم ما تو موزیک الکترونیک وقتی داریم تنظیم میکنیم کیک هم تیون میکنیم با موزیک. حالا من و هومن خیلی با هم کار کردیم، مجبورن یه جورایی هم از اتوتیون استفاده کنن هم از ملوداین، ولی شدت درگیر کردن این دوتا افکت یعنی که چقدر اون سوار باشه مهمه، نباید زیاد بشه که اینجوری چون حیفه. من فکر کنم هم خانم شری هم نیکیتا صدای خودشون صدای بدی نیست، انقدر لازم نداره اتوتیون. آره همون دقیقاً. یه باشگاه رفته بودن کارو در آورده بودن. خب میرسیم به موزیک ویدیو. خب آقا من اینو اجازه میدی من یه توضیح راجعش بدم قبل از اینکه امین جان شما چیزی بگی؟ چرا من یه چیزی بگم بعد شما بکن. بله. قرار شد که ما 3-4 تا موزیک ویدیو خواننده‌های داخل و خارج از ایران رو پخش بکنیم، بعدش یه موزیک ویدیو استاندارد خوب خوشگل ناناس رو هم براتون نشون بدیم و اینکه ببینید چه رنگ بندی صورت گرفته، چه افکتایی استفاده شده، چه سبکای تصویر برداری استفاده شده. حالا نکته‌تو بگو آقا. من فقط میخوام از همینجا بوس بفرستم برای کارگردان این ویدیو، واقعا کارش درست هرکی است، دمش گرم. میتونیم شروع کنیم. 349 قبل اینکه شروع کنیم میلیون بارم ویو خورده. بفرمایید. قبل اینکه شروع کنیم همین جان، من این سری کامنت ها رو میخوندم راجع به این بخش موزیک ویدیوها. میگفتن نمیتونین مقایسه بکنین هزینه ها و چیزایی که توی هالیوود هست با موزیک ویدیو ایرانی. آرش هم با آرتیست هالیوودی داره کار میکنه دیگه، چه ربطی داره؟ خب یه مسئله هست. خب درسته، حالا آرش باز کمپانی سونی دارن با اون کار میکنن، حالا بچهای دیگه ایرانی رو دارم میگم. درسته هزینه ها کمتره ولی میتونن نگاه کنن دایرکتورایی رو انتخاب بکنن که با سوادتر باشن، با قابلیت بهتر، در حد هزینه و بودجهشون حداقل یه دایرکتور حرفه‌ای‌تر بیارن. بگم خب این دکور تو اروپا مثلا ممکنه با 200,000 یورو جمع بشه، تو ایران ممکنه با 200 میلیون. تو ایران راحت تره. ایران چون ما شرک سینمایی هم حتی داریم، حالا میدن به حتی اون کسی که کار موزیک ویدیو میکنن. شما مثلا میتونید همین ساختمونا رو داشته باشید، همین ماشینا هم داشته باشید، اینا که دیگه هزینه جدایی نیست نسبت به بقیه. ببینیم حالا همین اول کار تایتل رو دیدی شما همین جون؟ تایتل رو دیدی؟ ترکینگ، کامرا ترکینگ، یعنی اون دوالیپا رو ببین، دوربین که حرکت میکنه اون سر جاش مونده، اون کامرا ترکینگ انجام شده، میبینی اونا سر جاشون میمونن. رنگا به به.
ببین الان رو صدای دوالیپا هم یه اتوتیون هست، ملوداین هم هست رو صدای دوالیپا هم. تو تک تک ماشینا نورپردازی کردن، نگاه بکن. ببین نگاه کن تمام ماشینا این نوره میبینی پشت من هست اینجا همینجان، اینا همه مال یه کمپانی به اسم ننلایت، حالا کمپانی‌های مختلف اینو دارن. ببین تو تک تک این ماشینا یه دونه هست، مثلا این زرده رو اگه نگاه کنی ماشین سمت راست ببین یه نور مثل لوله است. تو تمام این ماشینا نور کاشتن. فقط همین ماشینا رو جمع بزنی فقط 50 تا نور تو ماشیناست. روی صدای خواننده اتوتیون و ملوداین هم باز هست، ولی اینقدر اندازه است که دفرمه نمیشه، صدای خواننده زیباتر هم به نظر میرسه. بعد به این ترانزیشن دوربین نگاه کن همینجا، ببین چه قشنگ ترانزیشن میزنه به ست بعدی، به سینه بعدی. حالا نکته جالبتر رنگ پنجره ها هستش که رنگبندی های ست با رنگبندی های داخل ماشین ها انتخاب کرده و مخصوصا این ارغوانی با این رنگ سبز یواش، من به این ارغوانی و این سبز یواش ترکیبشون با هم آفرین خیلی خوب میشه. ترانزیشن دیدی چه باحال بود. یه ذره بیا عقب ببین از تو ماشینه رفت تو ماشینه، نگاه کن برگشت بیرون. همین جان در زمینه موسیقیش، در قسمت موسیقیش واقعا تنظیم قشنگ، وکال حرفه‌ای، یعنی وکال خواننده حرفه‌ای، اصلا تفاوت مشخصه. باز بگم من تو همون برنامه قبلی خیلی از دوستان گفته بودن که شما نمیتونید مقایسه بکنین. چرا ما باید مقایسه بکنیم که بالاخره نزدیک بشیم به استاندارد جهانی. درسته ما آقا من یه سوال دارم چطور ما فیلمامونو وقتی اصغر فرهادی یه دونه فیلمش میره اسکار میگیره از اون به بعد همه فیلمامونو با فیلمای امریکایی مقایسه میکنیم و اونجوری، پس سر موزیکمون نباید اون کارو بکنیم؟ دقیقاً این موزیک ویدیو 4 میلیون هم لایک خورده بود. دمتون گرم. خب برسیم به بخش بعدی، قسمتی که آقای هومن عزیز خواننده ها اجراهای لایو و زندهشون رو که توی کنسرت ها و جای مختلف اجرا کردن رو جراحی کرده. قسمت اول آقای ابی رو داشتیم، انقدر آقای ابی فلش و دارب و داغون خونده بود ما خودمونم فالش میگیم گزینه ها و حرفا رو. تصمیم گرفتش که قسمت دومش رو هم بسازه. یه صحبت کوتاهی بکن آقا هومن، بریم ببینیم این آیتمتون چه جوری و چه اتفاقی قرار توش بیفته. بفرمایید. همونجور که توضیح دادی همین جان، انقدر زیاد بود این ویدیوها، خب من فکر کنم بتونم 10 تا برنامه درست بکنم از فالشخوانی آقای ابی در کنسرت ها، ولی خب فعلا همون 2 قسمتش کردیم که امروز قسمت دومش رو میبینیم و امیدوارم که اینو رسونده باشیم که اصلا واقعا بازم میگیم قصد و غرضی در کار نیست، فقط میخوایم بریم جلو تو موسیقی، دیگه اینجور چیزها رو شاهد نباشیم. بسیار بریم آیتم آقای هومن رو ببینیم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن دیگه، میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. میگردیم به آهنگ خلیج فارس آقای ابی. ببینید من چقدر ویدیو اینجا گذاشتم از فالشخوانی های مختلف آقای ابی. پرژین گالف. میریم اینجا. آهنگ خلیج فارس هم مثل آهنگ رویای ما در گام ری مینور هستش، یعنی اون پایین میبینیم دی ماینور به لاتینش و به فارسیش میشه ری مینور. آقای ابی تو تمام اجراهاش که خلیج فارس رو اجرا کرده همه رو آوت خونده دوباره. خیلی جالبه که همه هی میگن چرا آقای ابی این آهنگو فلانجا نخونده. هیچ کس نیومده بگه که چرا آقای ابی این آهنگو اینقدر فالش میخونه، چرا اینقدر آوت میخونه. یعنی یک بار من حتی از کسایی که موزیک کار میکنن، اساتیدن،
استاد ما هن، از ما بیشتر سواد دارن، از ما بیشتر تجربه دارن. یک بار یه جا نشینیم که یه نقدی بکنن که آقا نوتات آوته، فالشه. و این گام ره مینور شما تو جوونیتون خوندین، شما یه صدای باریتون متمایل به تنور دارین، تنور هم نیستین، با داد زدن که نمیشه تنور بود. تنور باید تو وسعت صداتون باشه، مثل آقای آندریا بوچلی، مثل آقای همایون شجریان. چرا تو کنسرتاتون شما همین رو استفاده میکنین، همین گامو، که نتونین اون اوجشو بخونین و همه اون نوت لاتون آوته؟ به غیر از اینکه نوتای دیگه‌تون هم فالشه و کثیفه، اون نوت لایی که فارس خواهد بود، شما میخواین به زور اون نوتو بخونین، نمیشه. من الان بهتون نشون میدم که این آوت بودن آهنگ خلیج فارس آقای ابی در اجراهای مختلف. بریم. بازم اینجا کمین، یعنی این نوت فاتونم فالشه، اینجا فالشین. نگاه شما یه چند سنت کمین نسبت به این فا. ببینید با این نوت فا چقدر فرق میکنه. این نوت سول شما داره میخونی، ولی خب با این انرژی که رو اون نوت میذارین، با اون فریادی که میزنین، مطمئنا فالش میشه، چون کنترل از دست میره. شما اگه اوج هم میخونین باید کنترل شده بخونین. خب جالبه، فارس دومو به مردم همیشه پاس میدن آیه ابی که یه نفسی بگیره، چون قبلش حسابی فشار آورده و اذیت کرده صداشو، که بتونه اون نوت لای بالا رو بخونه. یعنی استراحت، این ترفندی که استفاده میکنن بهتون نشون میدم. میده به مردم، اینجا میده به مردم که این نفسی بگیره. شما داری لا بمول میخونی، یعنی این باز آوته توی موسیقی. شما باید این نوتو بخونین، فارس. اگر هم نمیتونین بالا بخونین اون نوتو، فالست بخونین. چه دلیل داره با فشار بیش از حد آوردن اون نوتو که نمیتونین بخونین، هیچی، نیم پردم آوت میخونین. اگه نیم پرده، یه پرده پایین تر توی اجراتون این آهنگو بزنین، احتیاج نیست که اینقدر بعد آوت بشین توی آهنگتون. بریم بعدی. این یکی من آخرین نگاه. این زیبایی نداره به نظر من، به عنوان یه خواننده حرفه‌ای دارم میگم. شما اگر یه ویبراسیونی روی نوت فاتون بزنین، داری نوت فا رو میخونین دیگه تو گام ره مینور. من آخرین نگاهم، شما فقط میگی نگاه. چرا باید اینجوری باشه یه خط؟ این علاوه تکنیک جهانی اصلا درست نیست. یعنی یه چیز برای موزیسین غربی این تکنیک و این مدل خوندن رو بذارین، میدونن که شما مطلب شاید نگرفته باشین اصلا. اونجاش هم فالش میشه. بعد این خلط گرفتن سینه هم جلوی مردم و روی استیج اصلا کار خوبی نیست، که یکی از عادتهای اشتباه شماست آیه ابی. ببینید صدا اصلا تیکه پاره شده، انقدر فشار آوردین، صدا خسته و داغونه. اصلا نوتا همه فالشه، همه به هم ریخته. دوباره همون حرکت، یه ویبراسیونی،
آموزش میخواد. انقدر فشار روی اون نوت هست که هی در میره، کثیف میشه، تمیز میشه، کثیف میشه. مردمم که میگن جانم. خیلی خوبه. الان پاس میدن به مردم که یه نفسی بگیرن چون واقعا خسته کرده صداشو. حالا نوت لایی که باید، حالا اینجا باید این نوت لا رو بخونن. فارس خواهد بود. ببینیم آیا اون نوت لا رو موفق میشن بخونن. بازم لا بمول، یعنی بازم آوت. این دومین آوت. اونم که آوت خواهد بود. تازه من تمیز خوندم، اونجا هم آوتین شما. مردمم که جیغ و دست و هورا. میگم اگر توی اروپایی همچین اجرایی رو، مثلا یه آهنگی معروف باشه از اون خواننده و خواننده تو هر اجراش اونو فالش بخونه، اصلا بایکوت میشه توی مارکت اروپا و تمام رسانه‌ها می‌نویسن. ما تعریف هم میکنه مردم سوت و دست و هورا. خب تفلکی‌ها 42 سال از موسیقی دنیا جا موندن و تو همین 42 سال کسی نزدیک 400 سال جا مونده موزیک ما. حالا بریم دوباره خلیج فارس، یه جای دیگه. بازم همون حرکت رو نوت فا. کو کم نیست، یعنی فالشه. نگاه بر آسمان عادی این این نوتتون کمه، فالشه. سولتون کمه. ببین شما دارین قشنگ معلومه چند تا سنت، خیلی سنت کمی دارین فالشون روی نوت سول. و خلیج همیشگی فارس. دوباره ترفند این که به مردم داده بشه که یه نفسی گرفته بشه به خاطر اون فریادهای. من هیچ خواننده این وری رو ندیدم که اینجوری از دیافراگم و این مدلی داد بزنه تو خوندن، چون داد زدن باعث فالش شدن آدم میشه. اون نوتی که باید درست زده بشه توی گلو به خاطر فشار بیش از حدی که اون هوای توی شش‌ها به اون تار صوتی وارد میکنه زیاد میکنه اون فرکانسو و صدات هم خسته میکنه، نمیتونی بخونی دیگه. دوباره لا بمول. فارس این نوتتونه. خب شما فالست بخون اگه جای صدات نیست. چرا با زور میخواین اون نوتو بخونی وقتی نیست دیگه؟ اون نوت توی صدای شما به خاطر داد زدن بیش از حد از بین رفته. اون های نوتتون لا رو نمیتونین بخونین. اینجا هم لا بمول خوندین و این باعث میشه که آوت باشه، نیم پرده آوت. یعنی ببینید تو چند تا اجرا من خلیج فارس رو برای شما گذاشتم و همه جا همینه. من ندیدم یه جا تمیز باشه. چرا؟ یه جا توی کنسرتی دارن که اواخر اومده بیرون همش ملوداین شده، یعنی تمام صدا برده شده توی استودیو، ریختنش رو میز، جراحی کردن، تمیز کردن، گذاشتن سر جاش. اونم توی این برنامه بهتون معرفی میکنم، حتما اون کنسرت رو ببینید. تمام ملوداینه، یعنی واقعا دیگه نباید انقدر شعور مردم رو دست کم گرفت. الان همه یه جورایی وارد عصر آگاهی شدیم، همه وارد یه دوره جدیدی از زندگی شدیم که باید احترام بذاریم به شعور هم دیگه. میریم سراغ همون کنسرتی که بهتون گفتم همش ملوداینه. بازم رمینور این آهنگ. وقتی اون دفرمه شدن صدا به خاطر ملوداینه.
اون دفرمه شده، یعنی با کامپیوتر درست شده که دفرمه شده. وقتی اون کششی که اتفاق افتاده، یعنی آقای ابی دوباره شاید یه نوتی رو آوت خونده، درستش کردن، اون کشش روباتیک ایجاد شده و ملوداین شده. وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است. شما بدون ملوداین با تمرین هم میتونین خوب بخونین. چیزی که از 40 سال پیش 50 سال پیش اتفاق افتاده توی ایران تا الان هیچ نقد و انتقادی هم ازش نشده، مطمئنا بهتر از این نخواهد بود. ولی ما از این به بعد تمام اجراها رو آنالیز میکنیم. آقای ابی انقدر کار زیاد داره توی این مدل فالش خونی که من فکر کنم 10 تا 20 تا برنامه آقای ابی فقط اختصاص بدیم. ببینید تمام اینا توی لیستن، همه خواننده ها رو من تو لیست گذاشتم. بد نیست که راجب این ملوداین دوست عزیزم آمانج یه ویدئویی گذاشته بود، توی گات تالنت شرکت کرده بود، خیلی ایشون هم با استعداده، ولی خب متاسفانه ایشون هم رد شد. ببینیم راجب ملوداین چی میگه. که موزیسین هستن میدونن اینو. اونایی که آشنایی ندارن، کوک کردن صدای خواننده یا همون تیونینگ نشون بدن بهتون که چه اتفاقی میفته بعد از ضبط صدای خواننده‌ای که اصطلاحاً فالش خونده. من الان یه قسمتی از موسیقی رو برای شما میخونم، سعی میکنم که بعضی از نوتاش رو فالش بخونم. خسته و در به در شهر غمم، شبم از هر چی شب سیاتره. ببینید حالا با ملوداین چه اتفاقی واسش میفته. یه رو که ضبط کردم میخوام با استفاده از نرم افزار فالشی‌هاش رو درست بکنم. در قسمت چپ اسم نوتا رو میبینید و ببینید این نرم افزار ملوداینه که شما وقتی میخونین این نوتای موسیقی از دو، ره، می، فا، sol، لا، تمام نوتایی که شما میخونین توی این چارچوب موزیکاله دیگه، بیرون از این که نیست. اینجا نشون داده میشه که کدومش کثیفه کدومش تمیزه و شما میتونید اینو ادیت بکنین و بذارین سر جاش. اگر فاصله اون نوت کثیف و آوت خیلی زیاد باشه اون صدای رباتیک ایجاد میشه، چون در صورت کامپیوتر داره این حرکت رو انجام میده روی صدا. در این قسمت هم که نوتایی که من خوندم با استفاده از همین ابزار من میتونم جای هر نوتی رو که میخوام تغییر بدم. صدای خواننده رو نوت به نوت میشه کوک کرد، رنگ کرد، فروخت. ببینید خب دیدید من این نوت رو آوردم سر جای درستش. بقیه دیدید سلام چقدر رباتیک. میبینید فرکانس تغییر میکنه، یعنی این حالت تغییر فرکانس با این نرم افزار اتفاق میفته و اگر فاصله اون آوت خوندن خیلی زیاد باشه صدا این ربات صدا میده. حتی میتونم مدت زمانش رو هم تغییر بدم، یعنی کششش رو طولانی تر بکنم، کوتاه تر بکنم، ریتمش رو در واقع درست بکنم. خب من الان این رو تیون کردم، با هم دیگه میشنویمش. خسته و در به در شهر غمم، شبم از هر چی. تمیز شد ولی یه جاش رباتیک شده. شبم از اونجا این صدای ربات، صدای کامپیوتری شده، در واقع دفرمه میشه اگر زیاد فالش و آوت باشه صدا. باید گوش تربیت شده داشته باشه که اونو از توی موزیک بیاری بیرون اگر خواننده این کارو کرده باشه. که آقای ابی تو این کنسرتش حتما ببینید این کنسرت تور جان جوانی رو در لس آنجلس و چقدر هم آدم رفته توی این کنسرت و هیچ کس نگفته اون فالشیایی که اون تو اتفاق افتاده دلیلش چی بوده. میریم قسمت آخر بهتون یه چیزی رو نشون بدم. اسپاتیفای یک پلتفرم برای اینکه شما بخوای موزیکاتو توی مارکت اینترنشنال داشته باشی که من خودم آلبوم آخرم رو روی اسپاتیفای گذاشتم به اسم غم عشق که با سیاوش جان کار کردیم. یه آهنگی رو آقای ابی
من فکر کنم توی آلبوم لاله‌زار، بله این آلبوم لاله‌زاره، یه خود آهنگ لاله‌زار رو توی استودیو ملوداین کردن صداشونو و انقدر دفرم است اون ملوداینا که من اگر بودم به عنوان یه خواننده‌ای که سوپر استارم و حرفه‌ای‌ام و حالا لقب دارم و آقای صدا بهم میگن، میرفتم اگر اینقدر این ملوداین، اینقدر اون روباتیک شدن صدام بد بود، میرفتم دوباره میخوندم که اون حالت نباشه. شما حتی برای شنونده‌های حرفه‌ای موزیک هم ارزش قائل نیستین آقای ابی، که شاید 4 تا موزیسین گوش کنن و بگن چقدر بد ملوداین شده، چقدر فالش بوده، مگه چقدر آوت بوده که این ملوداین شده. گوش کنیم بهتون بگم کجاهاش ملوداین شده. همین فردا باید برم لاله‌زار، دلم واسه حال و هوا. تمام ملوداینه ها، یعنی آیا بی تمام این صداتون روی این موزیک از اون اول تا آخر ملوداینه، ولی یه جاهای خیلی بد بیرونه. لک زده حالا شیر رو کاشی کاری دیگه، لابد پیر شده حتما شکاری دیگه، لابد پیر شده حتما اینک زده، لابد بچه ها توی پس کوچه هاش بازم فیلم های جفتی تاق میزنن. نئون اون حالت روباتیکی که شده اون ملوداینیه که تو آلبومتونم وجود داره. تاق میزنن نئون. دوستان عزیز دقت کنین، اگه گوش کردین روی نئون میفهمین که اون دفرمس و روباتیک شده، اونجا ملوداین شده، اینقدر که آوت بوده ملوداین هم خرابش کرده. بدتر یه روز سر در سینما هنوز مثل رنگین کمون روشنن، هنوز تو تئاترای اونجا همش ملوداینه ها، یعنی تمام دفرمه بودن صداتون تو این آهنگ مشخصه آیه بی که ملوداین همه. میشه نشست و پیس های بی پرده دید، میشه گاهی وقتا توی کافه هاش صدای خوش شاملو رو شاملو روی لوتون، شاملو روی اون لو هم ملوداینتون کاملا بیرونه و مشخصه. اینقدر خواهش میکنم شعور شنونده رو دست کم نگیرین. امیدوارم که تو مدارس مملکتمون موسیقی درس داده بشه، ما هم یه خورده نزدیک بشیم به موزیک جهان. با امید روزای خوب. مرسی که حرفای منو گوش کردین. خب آقا من چیکار کردی بابا؟ تو قسمت اول قشنگ چی بگم با خاک یکسان کردی، شستی گذاشتی رو دیوار، پهن کردی. این سری فکر کنم هم شستی، هم لنگ کشیدی، هم خشک کردی با این تحلیل آنالیزت. خیلی کوتاه بگو بریم. بالاخره یکی باید این حرفا رو بزنه. من هر چقدر منتظر موندم اساتید دیگه‌ای که از من با سوادترن، از من با تجربه ترن، بالاخره بیان یه کمکی بکنن، انتقاد کنن، چون نقده که میسازه، هر چیزی رو انتقاده که میسازه. دیدم نه خبری نیست. واقعا دیگه من حقیر این وظیفه رو به دوش گرفتم و با وصف این که شاید خیلی طرفداراشون از این کار من بعدشون بیاد، ولی تنها آقای ابی نیست، تمام خواننده ها رو ما آنالیز خواهیم کرد تو این برنامه. خب دوستان عزیز رسیدیم به آیتمی که خیلی از شما توی کامنت ها من خوندم طرفدارش بودید. اونم قسمت کپی رایت هستش که بعضی از خواننده ها به خودشون زحمت نمیدن که برن یک شعر و ملودی رو بخرن و عملا میرن یک شعر و ملودی رو از خواننده های ترک و عرب و یونانی کپی و کاور میکنن بدون اینکه ریالی پول پرداخت بکنن. البته در قسمت قبلی هم گفتیم که کپی کردن و کاور کردن امری مرسوم در تمام دنیا هستش و خیلی از خواننده ها از این تکنیک استفاده میکنن، اما به شرط و شروط آسیاوش چه شرط و شروطی داشته باشه کپی رایت اشکالی نداره. بله کاور کردن کاملا اوکی هست به شرط اینکه منبع ذکر بشه، سازنده ذکر بشه
و اجازه رسمی گرفته بشه. در غیر این صورت کار غیر قانونیه، یعنی به صورت قانونی میشه پیگیری کرد و مجازات جزایی چی میگن، جزا داره، چی میگن، یه چیزی میگن مجازات چیز داره، باید جریمه پرداخت بشه و الا ماشاءالله. بسیار خب. اولین خواننده ای که اومده و یک آهنگ رو کاور کرده آقای شهرام صولتی هستش. آهنگ عاشقم که سال 1978 این آهنگ رو بیرون داده، اما خبر نداشته که دوستان زحمت میکشن و کپی این آهنگ رو پیدا میکنن که ایشون رفته ازش کاور کرده، از آهنگی به اسم دانت چلو اگه اشتباه نکنم، اثری از آقای مارتین. و این آهنگ 1977 اومده بوده بیرون، یعنی در کمتر از 1 سال آقای شهرام صولتی زحمت کشیدن و این آهنگ رو کپی کردن و کاور کردن بدون اینکه از صاحب اثر نامی رو بیارن. بشنویم. بله، اصلاح میکنم که اثری از آقای ماکسیم بودش. آقا سیا بفرمایید نظرتون چیه؟ ماکسیم پانوسیان یکی از خواننده‌های خیلی مطرح ارمنستان هست و خیلی هم میشناسنش. دلیل این که فکر میکنم کپی شده از روش هم همین بوده که آقای صولتی، چون خب خیلی موزیسین ارمنی تو ایران زیاده، هموطنای عزیز ارامنمون زیادن، طبیعتا از بین اونا شنیده و حالا فکر کرده مثلا بقیه نمیدونن، یعنی کاملا همونه کپی کرده قشنگ قلفتی برداشته آورده. ولی خب فکر میکنم یا خودش هم فالش آقا هومن میخوند اسم میکنم، درسته؟ دقیقاً فالش. بچه هم پرسیده بودن که فالش و آوت یعنی خارج بودن یه توضیح بدین. فالش میشه مثلا شما توی گامی اگر اون نوتای اصلی که ملودی برای آهنگ نوشته شده رو اگر کثیف بخونین، یعنی اگه قرار باشه فرکانس نوت دو رو بخونین یا نوتای مختلف رو بخونین نزدیکش رو بخونین، مثلا دو، این کم و زیاد شدن این یعنی فالش. ولی آوت اینه که خیلی فاصله از اون نوت اصلی ملودی بیشتر باشه، یعنی یه دفعه یه جامپ بکنه ملودی یه جا دیگه اصلا بره بیرون اون گام. حالا اینجا نشون میده که اون موقع چقدر خواننده‌ها ضعیف بودن، به خاطر اینکه باز آموزش ندیده بودن و حتی ویبراسیوناشون کنترل شده نیست، میلرزه صدا، به جای اینکه باشه اینا باید کنترل شده باشه، دوره ببینن. متاسفانه اینجا نشون میده که ملوداین اوتوتیون خیلی کمک کرده باز به خواننده‌هامون توی زمینه موسیقی. علاوه گام هم بگم که این آهنگ گامش کاملا یکیه، توی دی فریژین، یعنی توی ر مینور ر فریژین که مودال درجه 3 گام سی بمول ماژور هست نوشته شده. بسیار عالی. آهنگ بعدی که من براتون پخش بکنیم بر خصوص کاور بودنش کاری از سوگن هستش به اسم مدل من نبود که سال 2020 منتشر شده که کپی شده از اثر استاد ناصر چشمانزر هستش. ایشون ساختن این آهنگو، خانم همیرا هم این آهنگو خوندن. اسم آهنگ هم همزمونم باش بوده که 1976 منتشر شده بوده، فکر میکنم هلوش 50 سال قبل یا همین هلوهوش این آهنگ اومده بوده بیرون. بعد 50 سال خانم سوگن کاور رو کپی کردن این آهنگو. بشنوید. مدل من نبود این همه نامردی، شب بلند و دلی من در تب و تابیوان. خب آقا هومن بفرمایید. خب کاملا ملودی کپیه، فقط گاماشون با هم فرق میکنه. سوگن توی گام دیگه خونده، خانم امیرا توی گام دیگه خود در حساب اثر خانم امیراست. جالبه من چند وقت پیش یه جایی بودم یه موزیک دیپ هاوسی رو از خانم سوگن گوش میکردم، یعنی توی جایی نشسته بودم پخش میشد، شزم کردم اون اپلیکیشنی که میتونی پیدا بکنی که این آهنگ مال کیه، دیدم یه آرتیست یه دیجی اینوری اومد، اصلا کف کردم این دفعه که چجوری میشه موزیک اون باید شزم بکنی به جای سوگند اون آرتیست بیاد. کاملا کپی بود علاوه ملودی. بسیار عالی. آقا سیاوش از لحاظ ملودی که کپی بود هیچی. خانم همیرا
پرچمشون به شدت بالاست. اون موقع اتوتیون و اینا نبوده عزیز، یه تک ارکستر اون تو میزده، خانم همیرا اون تو همه با هم میزدن و میخوندن رو تیپ، تمام شده رفت تمیز و صفحه. مرتب. اتوتیون نبوده. اصلا کیف کردم من، چون البته نکته هم که هستش تو چند سال اخیر ما می‌بینیم که خیلی از خواننده‌های حالا جدید میان، خواننده‌هایی که 50 سال پیش 40 سال پیش یک آهنگو خوندن و سوپر مگا هیت شده رو یه مقدار یه روتوشی میکنن و منتشر میکنن. آقا سیاوشون مرسومه یا نه چجوریه؟ بله در دنیای غرب هم به شدت این قضیه مرسومه، منتها نه اینکه عیناً همونو ورداری، میتونی الهام بگیری، میتونی سامپل کنی مثلا یه تیکه رو. مثلا شما یه دونه کاری چند وقت پیش اومد بیرون که آقای گل یخ آقای یغمایی رو، کوروش خان یغمایی رو برداشته بود، یه آرتیست فکر کنم یه رپری ازش استفاده کرده بود به عنوان بیتش، با اجازه رسمی البته، یعنی با اجازه رو گرفته بودن، مثل اینکه یا همچین حالتی شده بود. مرسومه نه که نباشه، ولی باید بگن آقا مثلا ببین نکن الان نوشته lyrics and melody by این نمیدونم چی گارنت، این که ملودی آقای چشمازره، تنظیم هم که حالا یه تنظیم بیتی زدن زیرش ولی ملودی همونه. بعد این قانون کپی رایت و اینا رو رعایت بکنن دیگه، اگه کاور میکنن کپی میکنن بیان بگن. بسیاره. بریم آهنگ بعدی که آقای فریدون اسرایی تیتراژ سریال سدونگ سدونگ رو خوند سال 2011. آهنگسازش هم آقای محمد مهدی گورنگی بوده اگر اشتباه نکنم. کپی شده از شخصی به اسم الکساندر ریبک بوده که سال 2009 منتشر کرده. 2 سال بعدش اومدن توی تلویزیون و این آهنگ خیلی شیک و مجلسی استفاده کردن ازش و هیچ نامی از طرف نبردن. بشنویم. نترس از این غربت، دل من آرومه. بله این آهنگ هم شنیدیم. یه نکته بگم بعدش نظرات آقا اومن آقا سیاوش هم بشنویم که آقای گورنگی اومده بود و مسابقه با روزنامه نگاه کویر کرده بود، گفته بود که من زمانی که می‌خواستم تیتراژ این آهنگ رو بسازم، یعنی آهنگسازیش رو انجام بدم، کارگردان برای من یک آهنگ رو پخش کرد اثر یکی از خواننده‌های نروژی و گفتش که من خیلی دوست دارم که آهنگم شبیه این بشه. ما هم الهام گرفتیم از این آهنگ و سعی کردیم که گوش بدیم و عین همون نسخه ایرانیشو بسازیم. حالا اینکه شما رفتید یه نسخه ایرانی ساختید دلیل برای نمیشه که اعلام نکنید که صاحب اثر کی بوده. آقا من نظر شما نسبت به این صحبت‌های آهنگساز این آهنگ چی هستش که این توضیحات رو داده بوده؟ ما به وایکینگا هم رحم نکردیم، یعنی موزیک اسکاندیناوی. نظرشو من متوجه نمیشم چون این کاملا تخلف شده، یعنی کپی شده. کپی هم امین جان اشتباهه بگیم، چون با بگیم تخلف، این خلافه که شما هلوپی یه چیزی رو برداری بذاری یه جایی که همونه. خب من سر در نمیارم از حرفایشون چون کاملا کپیه و توضیح ندارم راجع به این بدم. فقط تنها چیزی که میتونم بگم گام از وایکینگا که برداشتیم هیچی، گامشون هم همونو گذاشتیم. این آهنگ در گام دی ماینور هارمونیک هست، همون ره مینور هارمونیک، جفتش ره مینور هارمونیکه. دوباره خدمت عرض شود که ببین این یه چیزه، یه موسیقی فولک، یعنی موسیقی محلی میگن، چی میگن فولک، موسیقی مردمی محلی. بله مردمی و محلی نواحی اسکاندیناوی است، مشترکاً بین نروژ، دانمارک، حتی سوئد و حتی ایسلند. اینا به خاطر ریشه‌ای که دارن، ریشه مشترکی که با هم دارن، اون ملودی ویالونی که در واقع داره میزنه یه ملودی فولکه، یه ملودی محلی قدیمی این دور و بر هستش، ولی اون ملودی وکال و اینا کاملا کپیه دیگه آدم میتونه متوجه بشه بدون هیچ. خیلی قشنگ واقعیت کپی کردن و بله. آهنگ بعدی آهنگ آقای منصور هستش که سال 2001 منتشر کردن. آهنگساز کار آقای منصور آقای
برایان وی هستن اگر اشتباه نکنم. اسم آهنگم زندگی بوده، 2001 منتشر کردن، اما این آهنگ کپی شده از آهنگ آیلاری ساخته او مالیک سال 2000، یعنی 1 سال قبل ترش این آهنگ رو ایشون ساخته بود. آقای منصور هم زحمت کشیده و بگرده. ببینیم زندگی بهتر از این نمیشه. زندگی ایلاره لڑکی مست مست تو ایلاره پیر سے بول زرا جو تو بولاره. یعنی تا خشتک اینکی دیگه کاور رو. من از کلمه خشتک بعد حتما در این مستند رو ویدیو استفاده میکردم. آقا سیا نظر شما چی هستش راجع به این آهنگ؟ چقدر خاطره داشتیم اون زمان با این آهنگ. آره هممون خاطره داریم، ولی میدونی الان قضیه چی مونه؟ قضیه مونه یه موقع شما میری از یه درخت یه قلمه کوچولو میزنی برمی‌داری توی یه گلدون دیگه میکاری میشه یه درخت دیگه. یه موقع از همون کل اون درخت رو ریشه در میاری فقط گلدونش عوض شده. این الان قضیه همینه. آقا من از محمد شهابی عزیز واقعا تشکر میکنیم. میدونی امین خیلی باید وقت بذاری که بتونی این موزیکا رو پیدا کنی که این از کجا برداشته شده، چجوری شده. واقعا محمد جان دمت گرم بابت این که شما هم داری خدمت میکنی به فرهنگ موزیک ما. کپی و تخلف، تفاوت، گام‌های متفاوت. مرسی. آهنگم هندی بوده اگه اشتباه نکنم. دقیقاً. خب آهنگ بعدی آقای فرزاد فرخ، آهنگ لبخندش سال 2017 منتشر کرده. شعر و ملودی هم از خودش بوده. این آهنگ کپی شده از آهنگ رقص برگ‌ها ساخته فریبرز لاچینی سال 1991، یعنی 1170 اگر اشتباه نکنم بوده و ایشون یه زحمتی کشیده و 20-25 سال قبل مراجعه کرده یا آهنگ کشیده بیرون و کاور کرده. بشنویم این آهنگ آقای فرزاد فرخ رو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من. یعنی استاد فریبرز لاچینی واقعا کاراشون بی‌نظیره و این آهنگ فرزاد فرخ هم حسابی در اون زمانی که پخش شد سوپر مگا هیت شد و همه گوش میدادن. آقا سیا نظرتون چیه شما؟ ملودی پیانوی آقای لاچینی رو کردن ملودی وکال، یه کیک و یه اسنر زیرش. الهی از تو مدد. بعد در ضمن من یه چیزی بگم، این فکر کنم این موزیکه رو صدا سیما اگه این یه دونه موزیکه رو نداشت تقریبا نصف سال برنامه نمیتونست پخش کنه. آره همیشه این بود تو شبکه 1 و 2. آقا مینور هارمونیک نوشته شده ولی خب علاوه اسکیل هم فرق میکردن، ولی خب مینور هارمونیکه. یه چیزی که هست امین جان، خیلی از این بچه‌هایی که برمی‌دارن تخلف میکنن میگن که خب موسیقی 7 تا نوت داره، خیلی جاها شبیه هم میشه. یعنی چی این حرف؟ اصلا من اینو متوجه نمیشم. این همه سیمفونی نوشته شده دیگه از سمفونی‌های بزرگ دنیا که این کارا خاکبازیه در مقابل اون دیگه. سمفونی‌های مختلفی نوشته شده که هر کدوم رنگ خودشو داره، ملودیای خودشو داره. این حرف اصلا قابل قبول نیست. این باید بپذیرن که تخلف کردن و معذرت خواهی بکنن و برن از اون صاحب اثر دلشو به دست بیارن. مرسی، دست شما در نکنه. ایتا کپی رایت هم دیدیم. لطف کنید قسمت اول برنامه ناکوک رو هم ببینید در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده. پلیلیست هم به اسم ناکوک گذاشتیم که هایلایت های هر قسمت رو اونجا ما منتشر میکنیم و توی قسمت اول خیلی از نکات رو توضیح دادن دوستای گل من آقا سیاوش و آقا هومن. نکات آموزشی خیلی زیاد رو گفتن. اگر قسمت اول ندید حتما برید نگاه بکنید. این قسمت اول هم به اندازه قسمت دوم اگر دوست داشتید حتما براتون جذاب خواهد بود. صحبت پایانی آقا هومن رو بشنویم برای قسمت دوم. صحبت پایانیمو با یه جمله تمام میکنم که اگر ما بخوایم از هنر لذت ببریم باید هنرمندانه تربیت شده باشیم. یعنی اینکه تو مدارسمون بهمون یاد بدن، خانواده‌مون بهمون یاد بدن. امیدوارم که این اتفاق توی مملکت منم بیفته و شاهد شکوفا شدن هنر و نه تنها هنر همه چی باشیم توی کشورمون. درود بر شما سیاوش. منم فکر میکنم که
مهمترین چیز اینه که به آگاهی مردم اضافه بشه و هیچ چیز مهمتر از این نیست. فقط با اجازه شما همینجا من میخوام از یه دوست عزیزی که کمک کرد برای این آیتمای تیریدی برنامه‌مون زحمتشو کشید، هر کدوم این آیتما رو درست کرد برای ما، احسان احمدی عزیزم، گرافیست بسیار خوبیه، من میخوام ازش تشکر کنم. سری قبل یادم رفت تشکر کنم، از دستم ناراحت شده بود. مرسی، ما دستشون تشکر هم درد می‌کنیم نکنه. ازش. مرسی، منم تشکر میکنم. آیتم انیمیشن اول برنامه هم که دوستان با شاتکام میزنن و تیتراژ ابتدایی برنامه هستش، دوستان ما از شیراز درست کردن. اسم پیجشون هم قمپوزه و خیلی کلیپای باحالی دارن، حتما به اینستاگرامشون سر بزنید، خواهید دید نمونه کارشون. از دوستان خیلی حرفه‌ای تو بخش انیمیشن هستن و میتونید حتی کار خودتون هم بهشون سفارش بدید که براتون انیمیشنشون رو بسازن. نکته‌ای هم که هست بگم که ما اینجا کسی رو قضاوت نمی‌کنیم، فقط سعی می‌کنیم که سواد موسیقی و سواد رسانه‌ای یا افراد رو بالا ببریم و افزایشش بدیم و حالا شاید بعضی وقتا یه شوخی و شیطنتی بشه، اونم به خاطر این هستش که برنامه از حالت خشک و یک نواخت خارج بشه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. از آقا هومن و آقا سیاوش از اشتوتگارت آلمان و استکهلم سوئد که چند ساعتی وقتشون رو گرفتیم تشکر میکنیم. البته شما فکر کنم شسته رفته 1 ساعت و 20 دقیقه ببینید، اما هر قسمت واقعا 3-4 روز به صورت فول تایم بچه‌ها رو میگیره و بهشون هم خدا قوت میگیم. از همینجا من از هر جفتشون تشکر میکنم، واقعا زحمت میکشن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگه دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. هر قسمتی هم اگر نظر و کامنتی داشتید حتما برای ما بذارید. ممنون از شما دو تا هم سپاسگزارم. مرسی.